وقتی به پزشک مراجعه میکنید اولین چیزی که تو شما بررسی میکنه پوستتونه. در واقع 14 روش وجود داره که میتونیم متوجه شیم پوست شما چه سطحی از سلامتیتون رو نشون میده. پس قبل از اینکه به این موضوع بسیار جالب بپردازیم ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو به صدا در بیارید. در ضمن لایک هم یادتون نره. مورد اول، اگه پوستتون سریع کبود میشه یا روی سطح پوستتون کبودی زیاد دارین، شما با مشکل لخته شدن خون مواجهید و یکی از بارزترین نشانه های بیماری هموفیلی همین کبودی آسونه. مورد دوم، اگه پوست شما دچار بریدگی میشه و سریع ترمیم پیدا نمیکنه، خدایی نکرده احتمال داره که شما مبتلا به سرطان پوست شده باشید. حالا اگه این زخم یا بریدگی روی صورت باشه، این احتمال سرطان پوست هم افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون ما پوست صورتمون سریعتر از ناحیه‌های دیگه‌مون باید ترمیم شه وقتی بریدگی توش اتفاق بیفته. وقتی این عمل طبیعی انجام نشه احتمال داره که شما به سرطان پوست مبتلا شده باشین. مورد سوم، این مورد مخصوص خانم هاست. اگه شما خانمی هستین که روی لبتون یا روی قفسه سینه‌تون یا پشت بدنتون موی اضافه زیاد دارین، نشانه اینه که شما تستوسترون اضافی توی بدنتون میتونه بالا باشه. حالا این بالا بودن تستوسترون اضافی همراه PCOS اتفاق میفته. PCOS چیه؟ PCOS همون سندروم تخمدان پلیکیستیکه که یک بیماری شایع در خانم‌ها. پس اگه دیدین که توی این نواحی شما موی زائد داشتین، حتما به پزشک خودتون مراجعه کنید و یه آزمایشی بدین که مطمئن شین که به این سندروم دچار نیستین. مورد چهارم، این مورد مخصوص اوناییه که جنگل زیاد میرن و عاشق کمپ کردنن. حالا اگه شما جنگلتون رفتی، کمپتون رفتی و بعدش دیدین روی پوستتون قسمت‌های دایره قرمز رنگی دیده شد، میشه زیاد نگران نبود، چون ممکنه که شما مورد حمله کنه‌ها قرار گرفته باشید. حالا اگه این موضوع بیشتر طول کشید و شما این قرمزی رو بیشتر از 1 هفته مشاهده کردین، حتما به پزشک متخصص خودتون مراجعه کنید. مورد پنجم، اگه زیر آفتاب قرار گرفتین و نوک بینی و صورتتون جوش‌های ریز و قرمزی زد، این نشونه اینه که التهاب ناشی از لوپوس توی بدن شما افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی سیستم ایمنی بدنتون تغییر پیدا کرده و با نور خورشید حساسیت نشون میده به صورت جوش‌های قرمز و کوچیک. حالا چرا نوک بینی و گونه ها بیشتر این جوش‌ها زیاده؟ به علت اینکه این نواحی بیشتر در معرض نور خورشید قرار میگیرن. مورد ششم، اگه شما تو نواحی مثل کشاله ران، زیر بغل و گردنتون پوست های چین چین شده تیره‌ای داشته باشین، احتمالا شما به دیابت دچار شدین. حالا چجوری؟ علتش چیه؟ ببینین، وقتی که شما اختلالات هورمونی معمولا مربوط به انسولین داشته باشین، بدنتون میاد یک سری سلول هایی رو جایگزین میکنه که این سلول ها به پوستتون همون خاصیت تیرگی و زخم شدن رو میدن. مورد هفتم، اگه شما روی سطح پوستتون بیش از 50 تا خال دارین، به احتمال زیاد شما به نوعی از سرطان پوست دچار شدین. خالها از زمان قدیم به عنوان نماد زیبایی توی مرد و زن شناخته شدن. خالها توسط سلول‌هایی به نام ملانوسیت تولید میشن و حاوی رنگدانه‌های قهوه‌ای هستن که در سطح پوست ظاهر میشن و همچنین خال کلاً در بدن، حالا با توجه به این تعدادی که صحبت کردیم، معمولا بی‌ضرره و بسیار هم رایجه. مورد هشتم، این موردی که میخوام بگم یه نوع آزمایشه. شما چیکار میکنین؟ میایین نوک انگشتتون که ناخنتون تشکیل داده محکم فشار میدین. بعد از اینکه اینو فشار دادین، متوقف کردین فشار رو، 3 ثانیه صبر میکنین. اگه بیشتر از 3 ثانیه طول کشید، اون سفیدی که وقتی فشار دادین روی ناخنتون ایجاد شد به حالت اولش برگرده، شما مشکل گردش خون دارین. اگه زیر 3 ثانیه بود که اون سفیدی که بر اثر فشار شما ایجاد شده بود برطرف شد، اگه زیر 3 ثانیه بود که شما هیچ مشکلی ندارید. حالا چرا میایم این آزمایش نوک انگشتان دستمون رو ناخنمون انجام میدیم؟ علتش اینه که تو این قسمت ملانین تاثیر کمتری گذاشته و همچنین تنوع سلولی کمتری رو ما داریم تو این قسمت. مورد نهم، اگه کف دست شما بسیار رنگ پریده است،
ممکنه که قلب شما تون بزنه به خاطر اینکه شما کمخونید. این کمخونی میتونه اشکال از گلبول قرمز شما تو حمل اکسیژن باشه یا مشکلات پرفیوژن مثل انسداد رگ‌ها، فشار خون باشه. مورد دهم، اگه شما هم جز افرادی هستید که در ناحیه گردن و گوشاتون لکه‌های قرمز به همراه پوست شدن به وجود میاد، احتمالا شما دارین از جواهرات ارزون قیمت استفاده میکنید. کانتکت درماتیک یک بیماری پوستیه که خیلی شایعه. در اثر تماس فلزات با پوست ایجاد میشه و یه لکه‌های قرمز به وجود میاد. حالا این لکه‌های قرمز که روی پوست ایجاد میشن معمولا شکل‌های منحصر به فردی دارن و این شکل‌های متفاوتشون باعث میشه که ما بفهمیم علت آلرژیک چی بوده. فلز نیکل که تو کمربند هم استفاده میشه، این فلز هم میتونه به پوست ما حساسیت وارد کنه و لکه‌های قرمز دور کمر ما مشاهده بشن. مورد 11، اگه شما روی پلکتون یا نزدیکش زائده‌های زرد رنگی داشته باشین، این به این نشونه که شما کلسترول خون بالایی دارین. پس تا دیر نشده به پزشک خودتون مراجعه کنید تا یه راهکار مناسب برای کاهش این کلسترول به شما ارائه بده. مورد 12، اگه شما روی پوستتون در ناحیه بالای سینه و گردن اسپایدر آنژیوم یا همون آنژیوم عنکبوتی رو مشاهده میکنین، سریعا به پزشک خودتون مراجعه کنید، چون این یک پیام و یک هشدار برای یک اختلال کبدی بزرگ مثل سیروس. مورد 13، یه آزمایش دیگه هست برای پوست، اینه که نشون میده شما کم آبین یا خیر. خب تو این آزمایش چیکار میکنین؟ تو این آزمایش شما یه بیشکون میگیرین سطح پوستتون رو، ببینید مثلا من این دستم بیشکون میگیرم و میبینم که سریع به حالت قبلی خودش برگشت. حالا کسایی که کم آبن وقتی این بیشکونه رو میگیرن سریع به حالت قبلی خودش این پوستشون بر نمیگرده. در ضمن این آزمایش رو نرید روی پدر بزرگ و مادر بزرگاتون انجام بدید، چون که اونا پوستشون اونقدر انعطاف پذیر نیست و به صورت طبیعی دیگه چروک شده. مورد 14 یا همون مورد آخر، اگه رنگ پوست شما زرده، علتش اینه که شما دارین بیش از حد الکل مصرف میکنید. زردی پوست یک بیماری بسیار شایعه که توسط بیلیروبین ایجاد میشه. حالا بیلیروبین چیه؟ بیلیروبین از تجزیه گلبول قرمز ایجاد میشه و بعد میره کبد، توسط کبد پردازش میشه و بعد به عنوان صفرا توی دستگاه گوارش ما ریخته میشه. حالا دستگاه گوارش ما از طریق مدفوع و ادرار این ماده رو دفع میکنه. اگه ما کبدمون دچار آسیب بشه، ما دیگه نمیتونیم این بیلیروبین رو دفع کنیم و در نتیجه این بیلیروبین میاد تو گردش خون ما و باعث زردی رنگ پوست ما میشه. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودین. در ضمن لایک، سابسکرایب یادتون نره. ببینم دیگه چی کار میکنید. تا ویدیو دیگه، بدرود.